75,000 سومونی مرا فریب کده اینمی حرامخور گرفتگی ای. ما ایوا پول خونه را پرسیدم خونه پرسیدم مرا می ای بیوه خونه نگو کلت بولوی در بولوی شکامی بقلش کود میمونم خونه نگو ما فلان تغم در فلان وظیفه بلنده فلان تقویم پراکروره فلانی جیانی فلانیم ای بیمدانیم بیوه میان در خونه میکشن میپرتویند میگه سوم سراغ نکه خونه نگو مرا میگه. دیدیم چندین آدمایش که خشون جیانوی کی میگیرن چیکارشون کردن هم خیلی جیان میگرفتگی و را میدونن چیکار کنن با سختتر نسبت به همیو کار میکنن. محترم مقاماتای داخلدار همین مسئله را چوره بینین چگونه که میگه خودش بازن علاقه کنین در بانکو فاکتوش هسته چکو دیگه کروش هسته این آدمی که خودش جیان میگیره بگیرین تقویش نشون بتینشه. اینا مرده که رشته رای کود بختری صورت یعنامو را دور زنکم مراجعت کردم. اما سلام علیکم بردارم محمد شریف هستم با شما. امروز برنامه خیریه ما اپر هفته گذشته نوار گرفتگی بودیم باید یه هفته میبرامد با سبب‌های تکنیکی آواز از اون طرف ثبت نشده از سر ثبت کرده ایم. لایک ماندن را فراموش نکنیم برای دستگیری برنامه‌ها و آغاز میکنیم. حالا اپا یک بار دیگه ما سخنین میکنم ایزاب سمی سنجمو دوام میتیم. خب خیریه با پروازهای ارزان زیارت خانه الله 13500 سومون از تاجیکستان برای آن خاطری که عکس رفته است. رئیس ماه فوریه روز 14 عکس دوام میکنه تا روز 1 سه و خوراک مهمانخانه سفر به شهر طایف زیارت مکه و مدینه راه بلدان تاجیک تنهاتون نمیمونه 5 لیتر آب زمزم جاینماز و کتاب قرآن همه توفه رقم‌ها روی اکرانتون شتابو دیر نمون. شروع میکنیم اپا آماده این؟ خب مشکلی شما در چی اپا و سبب مراجعتون در ما چیست؟ البته من علاقه میدونم چون که ما یک بار گپ زدیم لیکن خیلی ثبت کردن در کاره چون که دوایش آواز نبود. سبب مراجعت ما بچه جان حساب بیمارم کسلم مقصد طبابت کردن در کار حساب شرایط نبودم شرایط که ندارم مقصد در بلنسا میرم اوزی میکنم تماگرافیا میکنم رنگین میکنم خیلی میگه اپا جان اپیراسیا کردن در کار راستی گپ مقصد حساب شرایط ندارم دجی نمیپرسم که خیلی همین چیزی ما چانس میشه خیلی میشه و نمیپرسم برای که ندارم پول میخزم میام خونه ریسیپ می نویسن همو دارو را میکنم یکم فایدهش نیست یکم نویگاری یکم فایده نمیشه این دارویی که مرا می نویسن من همیو را میگیرم خیلی این قشا میتونم گرفته این قشا نمیتونم ایا ما با قیمتوش هم گرفتن میتونم ارزانوش هم میگیرم یکم شیفا نیفتیستم برای که شما چی کار میکنین که شرایطتون نمیرسه؟ عروبه میکشم بچه جون. در کدام منطقه؟ طرف گیپرازم در اوبشیتای گیپرازم در زندگی میکنم امی عروبه را میگیرم امی رستوران یکم سویتسکی بقلشکا جمع میکنن من همه را میرم بقلشکا و کروبکا و همه چیزا را همش جمع میکنن میمونن میرم ایموجا ایمی گیپرازم تا یکم سویتسکی را پیوده میرم با عروبه میرم ایوش با پیوده با همو عروبه همو را بار میکنم میگیرم میام بچه جون ایدرد پوچاما ایدرد میونا فادوروی اولنول میخرم بابا انجا را میام ایگی پرازم با یکم سویتسکی را میام با خلاشکو را جمع میکنم میرم نه بچه ما خود بوده دوی عروبه دم این اولی ما این زندگی ما قدومی از والدور با حق فرزندی میادیه در حقی فرزندی ما خیلی کنم انشالله سالم ایرا بردارو ما زبسی پیشنمو نشام دگه جای کرابکوش و جای چه عرباش و ویدیوش هست میمونم تون این اپا عربا میکشه حیات زندگیش خیلی هم دشوار است این رنگینم بله در کجا زندگی میکنن اپا شما؟ ایجاره زندگی میکنن یا که خونه اختونه؟ ایجاره شینم بچه جون نمی اپشیتای گیپرازم در زندگی میکنم مغلب ایجاره تو همه رسخوت سویت و همه آو همش 700 سومون رسخوت میکنم یک ماه ده از عروبا کشی چند سو میارین؟
های اروبکشی روز خونه که 30 میوم 40 میوم روزی فرزندام گذرونده نمیتونم. چند فرزند دارین؟ خدا را شکر 5 تا فرزند دارم، صاحب 2 نبیره ایم. ماشاءالله. چند مکتب میخونن همه فرزندو؟ 3 تا 2 فرزند مکتب میخونن. سر و لباس مکتبی، رسخودای مکتبی، رسخودی خونه به غرض از 700 اجاره با چند قدر دیگه رسخودی خونه میشه؟ خورد و خوراک و لباس و پرودکت میگم بخرم حالت میشه که پرودکت خریدن نمیتونم. ای بازار میرم، ای مغازینو میرم، قرض میگیرم، خیلی نمی از خود میکنم، قرض میگیرم، بخیر کار میکنم، نمی کم حالت میشه قرض مدوده نمیتونم. بسر میویم پول اپا نمیتی، خیلی میگم خیلی ندارم، مخی خیلی خنکیه کار نشیده سر پول ندارم، اینا بخیر رنگینو من نشون میتونم. خیلی بیچاره دی شما سوزن با مخیزن میرم، خیلی پیوفتی در فکر قرضی موشه. خیلی میگم بچه ها میگم همه قرض میگم انشالله با قیامت نمیمونم، کار کنم انشالله میگم. یک موضوع دیگر را گپ زنیم همینجا. چگونه که در زنگ پیشنه گفتگی بودین یک شخصی به نام حاجی که برآمده فریبتون کردگی بود، همون را هم یک بار گپ زنین اپا. دولت حاجی دلیر یا 3 کسان یک حاجی مویی نام داره. گوش کنین برادرها که آدمی که به نام حاجی کی را فریب کردگی. در ویدیو پیشینه ما با بسیار گپ شد، ترسیدم بگم نه که ای جانم سر شدگیم از زندگی. نه نترسین. وقتی که شما روی اکران برآمدگی شما چی گپ چی کاری که میشه ما میدونیم کی را بینیم. یک خورده موی امی اپا میزنه، بعد شما چطور نمیبینید. نترسین اپا، ایجا حکومت هست. مرا بسیار گفتگو کردن. ما در راه عروبه میکشم، ما شو ساعتهای 2 شو میام، 1 شو میام. ما ترسیدم یگانجا مراجعت نکردم. وقتی که مرا ای کلوب زنگ زدن که شما زنه که عروبکش در کارتتون نمی چند هزار گذشتگی، نمی چند هزار دیگه پریود کردگی شما. ما گفتم ما نمی چند هزار گذشتگی نیست، ما زنه که عروبکش مرا نخالی فریب کردگی گفتم. گشت گو که همه آدمای فریب کردگی نامشون نمیدونیم. گفتم که نامشون نمیدونم، کارتش دارم، پریود پول کردیم با چیزی اوریون بانک، با بانک اوریون بانک. بگو اپا فقط دلیر داری؟ گفتم 100% جواب گفتم میتونی؟ گفتم 100% جواب میگم برای گپی گفتگی میگفتم. بگو که کارتا را بگو مرا نشون بده. گفت شما پریود کدگی تا کاغذا را نشون بده. گفت من همش خیلی فقط دلیلش نشون دادم. بگو که 3 کس شما دستگیر کدگیم. گفت 1 تا دیگه گرفت. من گفتم همون 3 کس دستگیر کردگی. گفتم 1 کسش کیه؟ گفت 1 کس حاجی دلیر. گفت همین دولت حاجی دلیر. گفت همی گفت در کفت کوای. گفت ما گفتم انا می آدم مرا کدگی که تی در یکم جو مراجعت میکنی ما ترا کلت گو وری میگیرم در بالای شکمت میمونم. مرا گفتگی مرا سخنور حقیق میگفت. فقط بیوای طالبنده، بیوای عروبکش. تصور کنید برادر، حالا ای آدم ای حاجی دلیر گفتین، حاجی دلیر دولت حاجی کی دلیر دولت کاروچی یا خر دولت حاجی دلیر اینا کارتاش بچه جانو چیزی حقیقت ما همورا میگم. ما خدا میترسم کارتر اپا جون کارتر در روی اکران خیلی شام داد نمیتونیم برای یوتیوب بلاگ میکنه، هم خیلی نام فامیلش میگه. کارتر در روی اکران دولت دلیر. اناکو گوش کنین شما که این آدم برای چی و چی گونه فریب کردگی این زنکه به خاطر چی این مسئلهش نقل کنین اپا که چی گونه شما ضعیف. این نمره تلفنش هستن. وقتی که مرا همین آدم 4 نسپیس کرد، مرا حقارتای قبه کرد، مرا 4 نسپیس کرد، ما سکوری زنگ زدگیم. دختری ما سکوری زنگ زدگی، مرا دیلم زدگیه برای که این قپول ما گذروندگیان مرا فریب کرد که خونه میتم ترا. نه ایسر اپا نقل کنین که سوم از کجا آمد، شما چند سوم داشتین، چقدر سوم، از کجا آمده سوم و برای چی سوم که فریب کرد. خشوترش صحبه که مردم فهمه. من کمیدونم نو مردم فهمده پاپریات کو در نمی عروبه کشی ما دیدک یک مردک
یک ماه قفای ما پراویر کرد در کجا ما بور میسپرم کجا میرم خونه ما کجا دای یک ماه پراویر کرد در قفای ما. بعد قفام اومدن همه خوابگاه در اومدن و گفت اپا همیجا زندگی میکنی؟ گفتم ها. و گفت اپا جان ممکنه شما را ما نوار کنیم پرتویم در چی شبکه‌های اجتماعی میپرتویم شما را یاردم میکنن؟ و گفتم بچه جان امی مرا کسی یاردم کنه ثواب این دنیا و دنیا را میگیره. گفتم این از شرایط مرا ببینین. گفتم با نوار کدام پرتوفتن با خدا کارتا نداشتم بچه جان به کارتا مرا سیونکا کدگی پرفتگیان امی با نمبر تلفن مردم کوفته در با چی ای رسیه خالی کت میدادن سوما ای بانک میگرفتم. با نام فامیلتون؟ با نام فامیلم سوما میگرفتم. با بچه جان ای بانک خیلی گذشته یک نمبر تلفن زمیزانه میگه که اپا جان سوز خوبی اپا رو بکش خله مادری عزیز در پیشوی پا جانم در پیچوت صدقه در چشوت جانم میزنه که بیچوره عروبا میکشیم و تر سوی به خونه میکنیم. بعد روز سیگه بچه جانم آدم کمبغل در اخبار که نوه من ایخساندی را موردم گفتم ای من سوی به خونه میشم ایمی اپشید بودکم همه گیرم دخترای نوبلیغ دارم مقصد جای بزیب در زندگی میکنم ایخساندی را چشیدم. بعد گفت که ما شما را کارتا میتیم گفت همی کارتا گفت صورت کارتا را میپرتم همی کارتا در سوما میپرتوی گفت ما دویده شما را خونه را میگیریم میتیم خونه در قرغانه. و گفتم خیلی محل بچم با دعای ده دنیاش دادم که خدا برکت دته و خدا فرزندات سیرت کنه و خیلی همو کارتا را دادنم سوم پرتافتم اول 7500 پرتافتم. گفت که این پولی داکومنت های خونه برنامه تا افور میکنن چی میکنن و یک چیز دیگه برای کاغذ همه خونه هسته امورا میکنن. گفت ما گفتم خیلی مالش گفتم بگو که چیزای گودکات میتریسکوی گودکات قطعی پاسپورتت گفت بگی با قرغانه بره قرغان در تاکسی این بچه همشه تاکسی است من خواستم با قرغانه رفتم بچه جون قرغانه رفتم پیش بزرگی حاجی شریف در اونجا دوموه همونجا رفتم همونجا فیرادم کد یا مردک فیروز گفتنی ای وخش بده او فیرادم کد خیلی رفتم همونجا شرچه میتاجا نشونم دو گو اینمی خونه ایتای اپای عروبکش این موترا دستگیری میکنیم نکی یکم جدا نگو که مرا خونه داده سن که حوزی مرا اگر بفهمن مثال چی میکنن خوب نمیشوه بیزب میشوه خیلی میشوه خیلی محلی بچه همی جدا نمیگم. بعد چیزا ما گرفت متریسکوی گوداکا ما کپیا کد گرفت پاسپورت خودت گفت جیوای در کوره پاسپورت خود ما گرفته همشه مرا گفت که سوما بته با در اوجا مرا 10,000 سومون دیگه ایدستم گرفتن گفت که برا ایوشا در چی بگذارم در کارتا بگذارم همه نمیورم ما در کارتا گذارم. سوما چکوش کتی کارگرای بانک اوریون بانک همش شهیدی زندان همش میگن که کسی بیایم ما با فکت دلیر نشون میتیم سومای پریوود کدگیره سوما پریوود کردم همشا اینا مای سنتیابر ده دوم بود میشوم میتیم مای اکتیابر ده دوم بود میشوم میتیم همه خیلی انا در میخریم انا تریزه میخریم پول پارتو در بالینسایم کسالم نم دختر این والیدم در بالینسای قرابولو هشتم کورپس ده خوبه در دستم نمی مایده چایده خرید کردم بردم با گودک ما اوکل داروشه گودک بمون خونه را بیا بگیریم برا سوما بگذارم میگم بیسته گودکم دخواه خوچه برم داروشه بتنه دکترو جنگ میکنن هر توشون میگه برا سوما بگذارم میگه ما رفتم خواه گودک ما حلاونه اوقات دادم داروشه گرفتم دادم دویده کده اومدم و بانک اوریون بانک 46 ده خواستم سوما گذاروندم در کارتش فقط سوم گذاروندم 4,000 5,000 3,500 2,500 اینم خیلی 75,000 سومونی مرا فریب کده اینمی حرام خور گرفتگیه. ما ایوا پول خونه را پرسیدم مرا می ای بیوه خونه نگو کلتا بولوی در بولوی شکامی بقلش کود میمونم
خونه نگو. ما فلان تغم در فلان وظیفه بلنده، فلان تقویم پراکروره، فلانی جیانی فلانیم، ای بیمدانیم. بیوه میان در خونه میکشن میپرتویند میگه سوم سراغ نکه خونه نگو. دیدیم چندین آدمایش که خشون جیانوی کی میگیرن چیکارشون کردن، هم خیلی جیان میگرفتگی و میدونن چیکار کنن، با سختتر نسبت به همیو کار میکنن. محترم مقاماتای داخلدار همین مسئله را چوره بینین چگونه که میگه خودش بازن علاقه کنین. در بانک‌ها فاکتورش هسته، چک و دیگه کاروش هسته. این آدمی که خودش جیان میگیره بگیرین تقویش نشون بتینشه. این عمود آدم نیست، یعنی که آدمی که یک کس فریب میکنه یک طرف بیسته بو، یعنی که این پاتیش یک طرف بیسته، نه که این منه پاتی نه پدر لعنت با کلانترکش میشه. از خاطر چی؟ از خاطری که تنها خود چونین آدم فریب کنی، یعنی که چونین آدمی که زندگیش با کلاشکا کشی میبره که در حیاتش هم خیلی چیزایی که ویدیوش کردن خلق موجیر کمکش کرده تا همون سوما بکشی بگیری. این در یگان چی آدمگری توری نمیگیره، انسانیت نیست اون من. بچه جان در بالینسا یکم سویز که نه 3 روز شد خواه ما شرایطی ندارم که دورو و کل همو دا بخرم برم. این همه روز بسم الله الرحمن الرحیم الله مهربان بالای سر ما در روز جمعه روز سعید روزهای همه روز شرایطی نداشتم همو گودا که خود برم. خیلی پجان چی کنین یگان عرض یگان گفتنی داشته باشیم با بیننده بگین و جنبست میکنیم همین روز ویدیوتون میبروی اپا. ما بچه جان همه مردمی مومن مسلمان خواهش دارم در این ماه مبارک، در این ماه مقصد در این ماه رجب رمضان آمده است، خیلی کسی در حق فرزندای ما در حق من خیر سخوت میکنه، ای حق فرزنداش خداوند خیرشون قبول کنه. با خدای نه بچه هم اول شبید بروکی نداره که بکوشه بخیر بروکش درجه کنده این گوده کنه میفوره که شرایطش ساز باشه بکوشه همین شرایط باشه همین گوده که ما با همین اول میگرده با نمی پوپشیو میگرده اینا پوپشیوی همین گوده همین حقی فرزندای ما را فریب کردن خوردن اوه همین حقی فرزندای همین ما حلاله خودم تل بیدم همین گفتی گپا که تل بیدم ای مردم تیموز کردم ای مردم زوره و تولو کردم که مرا دستگیری کنن ای مردک برو ما چه حاجی گرفت سوم مرا گرفت فریب کرد اینا مردک رشته رای کود بختری صورت نمو را داره زنکو مراجعتش کردم صورت نمو حاجی دلی را داره دولت دلی را انشالله حال میشه. خب باردارو فکر رختایختون در کامنتر بنویسین خیلی حالتی زنه دیدین. ما با میمونم ویدیوش از جای کارش از چیزوش ثبت پیشینش روی کردگی آمده ویدیو شد و در روی اکران نشونتون میتیم. کارتشون در روی اکران موندگی کارت‌های خودشونه. لایک موندن رو فراموش نکنید برای دستگیری برنامه‌ها بی‌طرف نباشین. نتونین مگر لایک مونین با یک از پدلیت سکین همیشه هم کمک میشه. چی گفتین اپا؟ اپیراسا گفتیانم بچه جان گریجا در پس ما یادش مایده یادش کلون گریجا گفتیان من ندارم خرطق مداد چی شده کیستا شده نمی کیستا وجه گوشت کلون شده میگه در نفس وجه محکم کسه شاید روز بچه هم نفسی من میگیره ده پون قلم برد واری میسوزم توکه دارو میخورم توکه و کل دیکلافینات میزنم ای سوزشی پولا نفهمم برم بقلشگاه جمع کنم بیارم اینا ای پول خولا قصد دارم ای جا سرم کنن مگی جو میرم. فهمیدیم اپا. انشالله خوب میشه ازیق نشین. خب باردارو فکراتون در کامنتر بنویسین ویدیو نو انتظار باشین. همه در خیر تا ویدیوهای آینده. مال خدا جان فرزندای ما خیر میکنن پروردگار کریم خیرشون به درگاه الهیش قبول بگردونه پروردگار کریم ایمانشون مستحکم بگردونه در راه راست هدایت بگردونه مشکلاشون آسان بگردونه پروردگار کریم خداوند کریم کدام بنده مومن مسلمان چه خیر سخاوت میکنه هر دو که اومد در عملش نوشته شود
аллоҳи меҳрибон худованди карим мурдошуна раҳмат бигардона, ҷойшуна ҷаннат бигардона, беморошуна шифои комила ато бигардона. худованди карим парвардигори карим дар паноҳи илоҳиш ҳар як бандаи муъмини мусулмона нигаҳ бидора. худованди карим шуморани ай фарзандотон сертон кунад, шуморани худованд нигаҳбон боша, осудаи фарзандота бибиниву парвардигор худованди карим ягон бандаи муъмини мусулмона худованди карим хор зор накуна. аллоҳи меҳрибон. Амин. Аллоҳу акбар. Раҳмат хола. Худо Аллоҳ нигаҳбонтон боша. шумо ба бачаҷон худованди карим нигаҳбонат боша. худованди карим парвардигор ӯ дунё та парвардигори карим обод кунаву давлати савлати фарзандота бибини бачаҷон. Саломат боша. ами май аробакаша ҳурмат кади мара дастгирӣ мекунанд. мара мисол як даҳанун ай дисти ҳами муъмини мусулмоно як даҳанун ай фарзандои ма шикамошон сер мешавад. худованди карим мора ки хирсан карданд, худованди карим ӯвора ни хирсан кунад. парвардигори карим нигаҳбони ҳар як бандаи муъмини мусулмон. Саломат бошед апа. Паноҳтон ба Аллоҳ. кадоми бачаҷон мехоҳа биёя бибина авҳоли зиндагии мора, бибина мо дар чӣ ҳолат зиндагӣ мекунем. ин ҳами обшитҳои гипраземда нахимо 64 дроб 6 зиндагӣ мекунем бачаҷон. ин ҳами рай якум савет кида ма ароба мекашам хати ин ҳами бачам бибинам, биёя бибинам. акаша добте сози бачаҷон ғам натен гудакора апа. Майли апа, ма айдуми монтаж мешам, штоби рӯз бурояд тезтар ҷанбаз кунем, тезтар мебурояда. раҳмат бачаҷон. аллоҳ нигаҳбонат. ҳазор раҳмат ба падар модари ҳамад раҳмат. хуб, саломат бошед апа. майли бачаҷон. инем хе ҳодиса воқеа бардоро хай шумо худтон фаҳмиде намаша илова кардан дига ягон чи шарти зарурият ҳам надора. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.